aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? باران شما دروغ میگید. پدر من قاتل نیست. او کسی را از بین نبرده. خداوند جزای این کارتان نخواهد داد. شما خود دیدید. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. فاطمه خواهر ما آمدم. فاطمه خواهر، فاطمه خواهر، خوش آمدی. زلال تو چی میکنی؟ حماقت نکن. تو را هشدار داده بودم. برات گفته بودم از دوران دور باش. ما همراه دوران هیچ رابطه ای ندارم، باور کن. چه باش، دروغ نگو. تو مغز او را پر کردی؟ دوران از پیش ما گرفتی. نوجین مادر، خیرت باشه، چی شده؟ خانم و بچه رستم چرا قسم دویده بیرون شدن؟ زخم او طفل هنوز تازه است. به خاطر پدرش جگرخون شده. درست است، اما او طفل ما را مقصر میدانه. وقتی که میرفت ما را دعای بدم کرد. پدرش به خاطر علی جمشید از بین برد. از او خاطر شاید احساساتی شده. من امروز به علی گفتم که تو میتونی با دعای بد یک طفل زندگی کنی. ببینه نمو گپ شد مادر کلان.
دیروز دنکا منتظر چی بودین؟ میخواستین مرا رسوا بسازین؟ وقتی او مرا تنها ماند باز خوش شدی نه ملکه؟ زلال تو واقعا غلط درک کردی. ملکه راست میگه. امروی دوران هیچ کاری نداره. یا تو خبر نداشت. من ازش خواستم که امروی ملکه بره. تو مداخله نکو. تو نمیخواستی من امرای دوران رسی کنم. همیشه مانی او میشدی. ملکه! گلجان دخترم زلال خانه شماست. اوه خدای من. نخیر نخیر روز خوش. ای دختر کجا رفته؟ آها بهار دخترم زلال خانه شما آمده؟ آه پیش تو هم نامده. ای دختر کجا رفته میتونه؟ روز خوش خداحافظ. بله خان صاحب. آماده هستین ما پشتتون میاییم. خان صاحب دختره زلال موبایل جواب نمیده. آخرین بار خانه کسی که رفته زنگ بزن. زنگ زدم اما او در جایم نیست. خان صاحب تو اسلحه خودم را گرفتی؟ نه خیر خانم اسلحه چی؟ کدام گپ نیست. نه خیر باز بعدم گپ میزنیم. گپ خلاص است. باز چرا زنگ میزنین؟ بلیاز خدا. بفرمایید. زلال امرای تو از دوران؟ نه خیر. چی گپ شده؟ اسلحه را امرای خود گرفته. شاید هم به خانه او استاد رفته باشه بچه. زلال هوش کرده باشی دیوانگی نکنی. ملکه! زلال نگاه نکن! زلال! تو را از بین میبرم. تو را میکشم. تو را از بین میبرم. زلال متوجه باش. بلی از خدا این کارو نکن. زلال! زهرا تو گریه میکنی؟ نه که کسی تو را چیزی گفته؟ نه خیر آقا آزاد هیچ کسی چیزی نگفته. پس چرا گریه میکنی؟ به خاطر باران جگر خود شدم. شیشه انگشتم پاره کرد. از او خاطر گریه میکنم. یعنی به خاطر انگشتت گریه میکنی؟ اما تو راست خوب است. حالا آرام باش. ملکه آمدی که دوست دخترت نجات بدی دوران. اسلحه را پایین کو زلال. دیوانه شدی چطور؟ شما مرا دیوانه ساختین. شما دیوانیم ساختین. اگر رسی میکردیم چی میشد ها؟ صاحب طفل میشدیم. زندگی آسوده میداشتیم. ده وجودی چی است که ده وجود من نیست؟ جواب بده گفتم چی است؟ این کارا نکن.
ملکه هیچ گناهی نداره. با این گپ هیچ ربطی نداره. من خودم تو را نخواستم. کل چیز به خاطر یه احمق شده. ایره میکشم. کل چیز به خاطر یه احمق شده. ایره میکشم. زندگی مرا این تباسه. دوران از خاطر تو مرا قبول نکرد. اما اجازه نمیتم به مراد دلت برسی. هیچ وقت نه. نه! زلال؟ من نمیخواستم تو رو بزنم دوران مزرد میخوایم. نمیخواستم تو رو بزنم دوران. دخترم تو چی کردی؟ ها آزاد بچم تو اینجاستی؟ منتظر شما بودم مادر جان. امیالا زنگ میزدم که آمده. خیرت باشه چیزی شده؟ پدر امروز ما با دیدن رستم رفته بودم. بسیار جگرخون شدم. هرچی نباشه به خاطر ما ای کار کرده. باز با وکیلش تمام گپا را گفتم. هرچی لازم باشه انجام میتم. چون خواسته جان کسی را نجات بده جزایش کم خواهد بود. ها خوب است انشالله. خانه جمال کرمانی همی است؟ بفرمایین. جمال کرمان من هستم. باید همراه ما به حوزه پلیس برین. چرا؟ علیه شما شکایت شده. باید درباره کشتن جمشید اظهارات بدین. یک دقیقه شما اشتباه میکنید. یعنی پدرم اظهارات خود داده. کسی که جمشید از بین برده پدرم نیست. بله ای را میفهم اما وظیفه خود انجام میدم. ما میایم. چرا اونا جمال بردن؟ نیک رستم برشان چیز گفته؟ گفت علی جمال شکایت شده. کس علی جمال شکایت کرده. دیگه کی این حادثه را دیده؟ مادر من واقعا میفهمم. جمال کل چیزا برم گفت. کی است؟ کی علی جمال شکایت کرده میتونه؟ بله قدم رنجه فرمودین. خوش آمدین. خداحافظ. همیشه بین دوستا را سلام بگوین. وای ماشاءالله وای فرمان. افتتاحی خوبی داشتیم. انشالله بخت ما خوب خواد بود. پول خوبی پیدا خواد کردیم. بی ده اینجا چقدر مقبول نوشته است. این مکان راشد است. اما داینده چی نوشته خواد بود؟ مکان فرمان نوشته خواد بود. چطور بچه؟ خانم بیادر ماما. آی عروس نازدانه. وای دختر مقبولم. خوش آمدی صفا آوردی. اما کام ناوقت. اما هنوزم چای ما باقی مانده. حالا شعر بچه یک چای بیار که بنوشیم و قصه کنیم. حالا گوش که فرمان تو زیاد خسته شدی. بان ما براتان چای میارم. وای عروس مقبول ما. وای چقدر کار کنه ایلیف تو هم داخل برو. نه خیر. وای ایلیف جان بس از برو داخل. برات یک دوایی بسیار عالی آوردیم فرمان. حالا اگه خواسته باشیم مرا ترک کردن نمیتونی.
خوب آماده است. برم بگو عروس کوچک علی جمال کی شکایت کرده؟ نمیفهمم نوجین مادر کلان. واقعا من هیچ چیز را نمیفهمم. اما من هیچ چیز را نگفتم. قسم میخورم که من چیز نگفتم. پس کی گفته؟ بدون تو دیگه کی شاهد بوده میتونه؟ کی دیده که جمال او را به قتل رسانده؟ نمیفهمم نوجین مادر کلان. باور کنین من هیچ چیز نمیفهمم. کس دگام اونجا همراهتان بود یا نه؟ یا درا کس شما را دیده بگو. نه خیر نوجین مادر کلان، هیچ کس نبود. یا که شاید من ندیده باشم. کو فکر کو باید کس دگام باشه. بدون تو دیگه کی او حادثه را دیده؟ بر علی جمال کی شکایت کرده؟ قدیم تو کار خوبی کردی. به خاطر بچه‌ت، به خاطر دوران. زندانی شدن جمال آزاده بسیار زیاد پریشان خواد ساخت. حال دیگه پشت خان شدن اعلام میده. باز در این حالت فقط دوران خان خواد شد. اگه بازم کدام اشتباه کنم مادرم عصبانی بسازم باز خودم او از خان شدن نامید خواد ساختم. کی است؟ فاطمه است. میخواید دوباره به قصر بیایه. شاید از او خاطر زنگ زده. جوابته. شاید کدام کار دیگه داشته باشم. بله فاطمه میشنوم. چی؟ تو چی گفته میری فاطمه؟ چی میگه؟ چی شده؟ دورانه با مرمی زدن قدیم. زلال دورانه با مرمی زده. کسی که شکایت کرده گفته که شما جمشید به قتل رساندین. باز به خاطر پول جرم کسی دیگه قبول کرده. این راست است؟ اقدر سالها من به تنهایی اولادای خود کلان کردم جمال. گریه کردن، به زمین افتیدن یا مریض شدن. من دویدم، من گریه کردم تا صبح همراهشان بیدار بودم. به مکتب شامل شدن من بردمشان. وقت درس خواندن من تشویقشان کردم. اما دیگه بس است. توانایی ندارم. از پیش بردن زندگی به تنهایی و جار و جنجال ها خسته شده. آقا جمال این راست نیست. جمشیده رستم به قتل رساند. ما و زهرا شاهد این حادثه هستیم. خسته نباشین. زنده باشین. پیش ببینین که اظهارات پدرم تمام شده یا نه. فعلا ادامه داره. چند دقیقه منتظر باشین. ها درست است. میشنوم کاکا. آزاد دوران با مرمی زدن بچه ما طرفش به خانه میریم. درست است کاکا، ما هم یالا میاییم. بچه‌م دوران کجاست؟ کجاست؟ او خوب است؟ او رو به اتاق عملیات بردن. گفتن وضعیتش خوب است. چیزی قابل ترس نیست. استاد احمق، آرام باشین. زن از دوران من دور باش. زنی طرفی آرام باش. الهی بده. آرام باش. عادی خانم آرام باشه. او گناهی نداره. از دست ایست. بچه‌م از دست این جان خود از دست میته. از خاطری شده. او هیچ گناهی نداره. بیاین اینجا بشینین. بیاین. الهی بیاین اینجا. آرام باشین. الهی کن. لطفاً آرام باشین. قدیم خان، آزاده همیال زنگ زده بود. دوران چطور است؟ ها، در اتاق عملیات است. خوب است. ما را بخبر نمانین، پس آنتر زنگ میزنم. آمده.
یک مصیبت حتما بالای ما آمده. خدایا تو خیر و خوبی نصیب ما کن. از خطای اولادا و نواسایم بگذر. درد و رنجشانه برم نشان نتی خدایا. تشویش نکنین مادر، او قدر جدی نیست. مرمی به شانش اصابت کرده. او دختر را پیش کلگی رزیل ساخت. گپ ما را نشنید. کم بود که جان خود از دست بده. جمال چی شد؟ برشان چی گفتی؟ گفتم کار رستم است. او شکایت ببنیاد است. آزادم از اونجا به شفاخانه رفت. دوران به اتاق عملیات بردن. ایران ماندیم که به خاطر که جگر خونی کنم. خدا کنه عملیاتش به خیر بگذره. دکتر گفت گپ قابل تشویش نیست. او را چیز نشده. ملکه میفهمی؟ دوران بدونی که یک لحظه فکر کنه به خاطر نجات تو خود سپر ساخت. کسی را که او دوست دارد تو هستی ملکه. نه خیر فاطمه خواهری امکان نداره. به خاطر نجات تو حتی از زندگی خود گذشت. به خاطر که زلال میخواستی کارا کنه دوران پیش روی من خود انداخت. کاکا عملیاتش تمام نشده. نه خیر، هنوز تمام نشده. منتظر هستیم. شفا باشه از زن کاکا. چطور اتفاق افتاد؟ یعنی زلال در خانه تو چی کار داشت؟ کاش که میفهمیدم. هیچ نمیفهمم که مشکل او چی بود. کلگی مرا مقصر فکر میکنن. بچیم زلال یک دختر دیوانه است. خدا میفهمه که به خاطر چی کار کرد. دکتر چی شد؟ دوران چطور است؟ بچیم چطور است؟ خوب است؟ عملیات موفقانه سپری شد. وضعیتش کاملا خوب است. هیچ تشویش نکنین. دکتر صاحب او را دیده میتونیم؟ از اتاق عملیات که برای من دیده میتونین، اما زیاد گپ نزنین. باید استراحت کنه. زنده باشین دکتر صاحب. خدا را شکر. شما بشین خاله فاطمه، منتظر باشین تا به اتاق دیگه انتقالش بدن. عملیات دوران تمام شد. کاملا خوب است. خدا را شکر. این مصیبتان به خیر تیر شد. ما را به خبر نمانین، درست است؟ خداحافظ. عملیات دوران به خیر تیر شد. او خوب است. خیر و خیرات ما بالایی همه مصیبت ها حتما غالب شده عروس. جمال چاه حفر میکنین یا مسجد جامع آباد میکنین یا که 40 رز گوسفند قربانی میکنین، مربوط شما میشه. باید ای کار خیر کنین. صدقه رد بلاس به مردم کمک کنین. درست است مادر. همراه قدیم گپ بزنیم. باز به زودی کارم میکنیم. خوب است. انشالله که این مصیبت آخر ما باشه. انشالله. آمده میتونم زهرا؟ بیا خلاصیه.
ای است تو است. ای چی است؟ امروز همراهیم کمک کردینی؟ خواستم برات یک تحفه بیارم. یک تحفه کوچک است. اما ایت ضرور نبود که ای کارا کنی خلاصیه. من بیازا هر وقتی کارا میکردم. بازش کن. خوشت آمد؟ بسیار مقبول هستند. حالا یکش انتخاب کن. دمویت میزنیم. امیر خوش کردی؟ بیا که دمویت بزنم. شانه کجاست؟ ها. خب دور بخور. وقتی به اتاق داخل شدم چیزی نوشته میکردی؟ نه که به مادرت نامه نوشته میکنی. نه خیر، با مادرم نامه نوشته نمیکنم، به خاطر که هنوز جواب نامی من نداده. فکر نمیکنم که جوابم بده. من این قسم فکر نمی کنم. 3-4 روز دیگه خبرش حتما میرسه. باز خود دیدی. بچیم دورانم. الکا نام او دختره دیگه به زبان نگی بچیم. بیزویی همه به خاطر او شده. از عشق منصرف شو جان مادر، منصرف شو. ملکه؟ خب فاطمه خواهر من دیگه میرم. بیزو دورانم خوب است. هر قسمی که میخوایی ما چند دقیقه دیگه میباشم. دوران دیده باز میایم. خداحافظ دخترم. اگه خواسته باشی ما برا سلامت. نه خیر لازم نیست، با موتر خدا منیم. زهرا بسیار یک دختر قوی و هوشیار است. کاملا مثل تو ملکه. یعنی هر دیتان جسارت بالایی داره. راست میگم. آزاد گفته بود یک محافظ بر من استخدام میکنم، اما من نخواسته بودم. معلوم میشه اگه به دل خود کده. خب ملکه، ناق نگفتن که یک سیبات از 100 نصیحت کنه بهتر است. بارسل تو بگو چطور استی؟ خوب استم. گفتن چند دقیقه بعد مرا مرخص میکنن دوران. بسیار خوب، عالی است. نه خیر،
نه خیر. شما دروغ میگین. پدر من قاتل نیست. او کسی را از من نبرده. خداوند جزای کارتان براتان میده. شما خود دیدین. نکو، این کارا نکو. معذرت میخوایم. نکو لطفاً. زهرا؟ زهرا چی شده؟ آرام باش. آرام باش. بیا بابا. آقا آزاد، چی شده؟ من دروغ گفتم. چه قسم دروغ؟ کاکا رستم نیست. قاتل آقا جمشید اون نیست. خب کی است؟ جمال بدرم من قاتل هستم. چطور یعنی؟ چه قسم بدی که نمیتونم؟ دختر عزیزم، جنامه نوشته میکنم چون جرأت گفتنی گپ در مقابل تو ندارم. ما در حق تو به انصافی کردیم که حتی فکرشام کده نمیتونی دخترم. سالها پیش
نمیفهمم شما به غیر از گرفتن مسلکم دیگه چی کار در حقم انجام دادین؟ ملکه بگو دخترم. بله مادر، نامه را که نوشته کده بوده نیافتم. مادر جان، او راز را که سال ازم پنهان کردین چی است؟ نفهمیدم که شما در حق من چی کردین؟ آقا آزاد، بسیار معذرت میخوایم، نباید از شما پنهان میکردم. نه خیر، تو چرا معذرت بخوایی جانم؟ تو کدام گناه نداری. با تو دروغ گفتن گناه خانواده ماست. تو کدام گناه نداری. حالا که موضوع را به شما گفتم سرم زیاد گپ خواد زدن ها. هرگز سر تو کسی قهر شدن نمیتونه. من همراهیت هستم، کسی به تار مولتام ضرر نمیرسانه. تو کار درست انجام دادی. بی بنوش. حالا چند دقیقه استراحت کن تا خستگیت رفت شود. شما چی خواد کردین آقا آزاد؟ میخوایم بفهمم که چی میکنه. یک کار خاط کردم. تو استراحت کن. مادر لطفاً جواب بدین. دختره، من هیچ نمیفهم چی بگویم. مادر بگوین که شما در حق من چی کردین؟ من از آمدن همین روز میترسیدم. مادر جان، با این گپایتون مرا میترسانین. میشه بگوین که در حق من چی کردین؟ نه خیر، فعلا گفتن نمیتونم. این خطر را قبول کردن نمیتونم. من پیش تو میایم، همه چیز از نزدیک برات میگو. مادر، این کدام موضوع مهم است که در موبایل برام گفتن نمیتونین؟ خواهش میکنم گریه نکنین مادر جان. میفهمین که هیچ موضوعی نیست که با گپ زدن حل نشه. لطفاً برام بگین، لطفاً مادر. ملکه، لطفاً اصرار نکن. در موبایل گفتن نمیتونم جان مادر، گفتن نمیتونم. اجازه بده پیشت بیایم، از نزدیک گپ میزنیم. درست است؟ درست است مادر جان.
آزاد بچه چای تازه دم کردیم. نام نوشم استاد زنده باشه. جمشید رستم از بین نبرد. پدرم او از بین برد. زهرا برام گفت تحمل کردن نتونسته استاد. باید میگفت تحملش سخت است. ما چی خواهد کردم استاد؟ هیچ چیز صدای وجدانم متوقف ساخته نمیتونه. هیچ تهدید فایده نمیکنه. جواب اینجاست. بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مومنان، از جمله کسان باشید که همیشه در کوشش تطبیق حق بوده و بخاطر رضای خداوند همیشه عدالت را تطبیق کنید. ولو که شاهدیتان علیه نزدیکانتان باشه و حتی اگر به علیه پدر و مادرتان هم باشه، علیه کسی که شما شاهدی میتین اگر او ثروتمند باشه یا فقیر باشه، چون خداوند به اردویشان از شما کده بیشتر نزدیک است که یک بارم از نفستان اطاعت نکنید. اگر در حضور خداوند از شاهدی دادن حق مانع زبان خود شوین یا روی بگردانین، شک نیست که خداوند از اعمالتان آگاه است. خداوند از همه چیز آگاه است. همه چیزم میبینه.
بعد از سالها پدر خودم پیدا کردم. تا هنوز از دیدارش سیر نشدیم. مادر بیچاریم سالها در اسرت پدرم زندگی کرد. حالا ما برش چی بگویم استاد؟ چطور پدرم از پیش دور بسازم؟ علی یک طرف، مادرم دیگر طرف. درست است کاری که باید انجام بدم واضح است، اما مشکل است، بسیار مشکل است. از هر روز سوختن کده، یک روز سوختن بهتر است بچین. خداوند برات کمک کنه. تو دیوانه شدی جانان؟ چی میکنی؟ دست تو دیوانه شدی سمه. خلاص شد، چشمای خدا باز کو. ملکه نامه را پیدا کرده. اما خواندن نتانستن، نفهمیده که او چی نوشته است. تو چرا میخوایی بری همه چیز با زبان خود برش بگویی؟ چی مجبوریت داری؟ سوال میکنه. دختر معظم سوال میکنه تا چه وقت برش دروغ بگویم؟ تا هر وقت که لازم باشه. من خطر از دست دادن دخترم قبول کردن نمیتونم. خب اگه او حقیقت به ملکه بگویی چی خواهد شد؟ ها؟ در این باره فکر کردی؟ هرچی میشه بان که شوه. من دیگه توان ندارم به او دختر دروغ بگویم. خسته شدم از هر روز دروغ گفتن. اگه از این خانه بیرون شدی دیگه در این خانه جای تو نیست. تو را هرگز نمیبخشم. خبر شدی نی؟ مرا بخشیده میتونی بچیم؟ بله. شما باید مرا ببخشین پدر. تو گناهی نکردی که بخشش میخوایی بچیم؟ آزاد همیشه طرفدار حق باش. مرا ببخشین پدر. میبخشین.
صبح بخیر خانم. به زهرا کرمان نامه آمده. تشکر. مژده زهرا، مژده. مادرت نامه روان کرده. برات گفته بودم که اگه تو برش نامه نوشته کنی او هم حتما جوابت روان میکنه. جدی میگین؟ واقعا از مادرم است؟ دخترم، جان مادر یک دانه. وقت نامت رسید به اندازه خوش شدم که فقط تمام دنیا از من باشه. وقت خبر شدم که تو زنده هستی، وقت فکر کردم که خواب میبینم. بسیار خوش شدم. هنوزم به مو اندازه روز اول محبتت در دلم هست. اگه میفهمیدم زنده هستی یک لحظه هم صبر نمیکردم و با جستجویت میشدم. دخترم، شما اینجا چی میکنین؟ همگی بیدار شدن، کمی عجله کنین. درست است خانم. صبح بخیر مادر جان. صبح تو هم بخیر بچیم. امرای هدیه گپ زدی؟ چطور است؟ نه خیر مادر، آخرین بار دیشب گپ زدیم، دیگه گپ نزدیم. عروس کوچک؟ شال ما از سالون بیار. این سردی صبح مریضم نسازه. بخو بچیم، کم دگام بخو. مادر دلم نمیشه. اگه این غذا خوشت نامده میرم کانتین اگه چیز دیگه برات میارم. چطور است؟ نه خیر دلم نمیشه. ملکه تا حالا نامده. چرا بیایم؟ تو کجا برش اهمیت داری؟ یک بار زنگم نزده. اگه زنگ زده باشم من هم میفهمم. دیگه درباره او فکر نکو. دان خدا باز کو. حالا بخو. نمیخورم. بفرما قدیم. آها. نه خیر مام، چند دقیقه بعد میایم. منتظر دکتر هستیم. دوران بچیم، ملکه آمده بود، همینجا بود. تا وقتی که عملیات خلاص نشده بود همینجا بود، منتظر خبر دکتر بود. راست میگین؟ بله یا. حالا دیگه غذای تا بخو. دان تا باز کو. نوش جانت. بله زهرا. استاد ملکه، مادرم جواب نامه من نوشته کرده. چند دقیقه پیش برام رسید. اینقدر زود برات رسید؟ کلش خوانده نتونستم، وقت نداشتم. وام در حضرت ما زنده بوده، یعنی زنده بودن ما خبر نداشته. جان مادر یک دانه برام گفته. بسیار خوش شدم جانم. پس حالا هر وقت میتونی با مادرت نامه نوشته کنی. راستی استاد ملکه؟
میشه نمره یک جای بخوانیم؟ به خاطر که من بسیار هیجانی میشم. درست است میخوانیم. اما تویی که همدیگر را ببینیم صبر کرده میتونی؟ بله صبر کردم میتونم. اگه همین لحظه کدام کار ندارین میشه همیال همدیگر را ببینیم لطفا. خلاص یا برام کمک میکنه. درست است. پس در پارک نزدیک قصر میبینیم. مسعود میایم استاد ملکه. آسیا زیتونم بیار. جمالم بسیار خوش داره. بچشم خانم. مادر جان به شفاخانه موتر روان کردم به خاطر آوردن عدیهشان. چند دقیقه بعد اونا میرسن. جمال کجاست؟ صبح وقت بیرون شد گفت به قدم زدن میرم اما تا هنوز نامده. چند ساعت سپری شد. حالا بهش زنگ میزنم. شماره ای را که شما دایر کردید خاموش است. لطفاً بعداً تماس بگیرید. موبایلشم خاموش است. ها بچه پدرت ندیدی؟ صبح وقت به قدم زدن رفته بود اما تا هنوز به قصر نامده. موبایلشم خاموش است. دیدم مادر. یک جای قدم زدن رفتین بچه. خب حال کجاست؟ دوزه است. چی؟ جمال ده حوزه چی میکنه؟ پدرم تسلیم شد مادر. مادر شما خوب هستین؟ چرا تسلیم شد؟ چرا؟ باید ای کارم میکرد. رستم هیچ گناهی نداشت. پدرم کار درست انجام داد. نه خیر. نه خیر. نه خیر جمال. جمال مادر جان او رو چیزی نمیشه تشویش نکنه. جمال 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 تو تانستی ما رو تنها بانی. مادر جمال چرا؟ زهرا جانه تو همیالی میری شاهدی میدی. میگی جمشید رستم از بین برده. میگی جمال خان بیگناه است فهمیدی دختر؟ مادر آرام باشه. این دختر را راحت بانه. سرش فشار نیاره. دروغ بگویم مرتکب گناه شوه. لعنت کنه خدا لعنت کنه. حالا چه قسم از اینجا پرایا؟ مادر پس آخر گفتی نه؟ ما برات نگفته بودم که دهن خدا باز نمی کنی؟ ما برات نگفته بودم که با کسی نگو که جمال جمشید از بین برده؟ برات نگفته بودم. مادر جان آرام باشین لطفا. چی؟ بیاین اونجا بشینین بیاین.
شده پدرم از بین برده؟ بیادری واقعیت داره؟ علی 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 تو با پای خود استاد شدی. بیا علی بیا بیا بیا. جانان گوش کو جانان. ناخ زحمت کشیدی سمی. من به هیچ وجه از تصمیم خود منصرف نمیشم. میرم تمام حقیقت و ملکم میگم زهرا دختر توست. جانان از این که به آخر راه رسیدیم، ما میخوایم امرایت برم جانان. میخوایم در کنار تو باشم، حداقل با آخرین بار دختر خدا ببینم. شاید بار دیگه دیدن نتانم. کلش به خاطر من شد بیادر. پدرم به خاطر من زندانی شد. به نظر تو زندانی شدن یک بیگناه بهتر از ای بود علی. پدرم کار درست انجام داد بیادر. اگر ای در دو دنیا راحت نمی بود. ما هیچ وقت راحت نبودیم. سالها در حسرتش سوختم، منتظرش بودم. بعد چندین سال او رو پیدا کردم. آسیا شربت لیمو چی شد؟ مادر، بچه آزاد، من پیش جمال ببر. من باید جمال ببینم. من اینجا بودن نمیتونم. مرا ببر بیادر. امکان نداره که به یک جای دیگه کوچ کنیم؟ یک قسم مجبور نمیشیم که دختر خود از بین ببریم ها؟ نمیتونیم یگانه دختر خود از دست بدیم. از هر کس فرار کرده میتونی، اما از بچه چه قسم فرار میکنی؟ هفته آینده ترخیص خود گرفته بیایه، باز خود پرسید که چرا از اون منطقه کوچ کرده. اگه از کس دیگه بشنوه بازم سونا را از بین میبره. یک اولاد به قبر و دیگه زندان میره. با کدامش گریه کنم؟ گریه نکنین خانم، دخترتان خوب است. امروز شفاخانه مرخص میشن. خلاصیه میزه جمع کردم. شما با کمک ضرورت دارین؟ نه خیر جانم، تو با اتاقت برو کم استراحت کو. همون تو نامه مادرتان بخوان. میفهمم که بسیار هیجانی هستی. بله، اما میرم و همراه استادم میخوانم. چند دقیقه بعد در تفریگاه هم دیگر میبینیم. چرا با او در باره گفتی؟ من از او چیزی را پنهان نمی کنم، چون نمیتونم پنهان کنم. شما همراه کمک میکنین که برم همه نیست؟ اگر نوجین مادر بفهمه بسیار عصبانی میشه. بیا زوده ای روزا از تو ناراحت هست. به نظر من هیچ نرو. اما اگه شما نگوی نمیفهمه خاله. درست است. رفتن میتونی اما هوش کنی ناوقت نکنی. بسیار زیاد تشکر خاله. آزیا زنده باشید. زود میرم و پس میایم.
بریم پدر که وقت میشه. فرمان یک پیاله چای دگم می نوشیدی؟ ما تا شام در چای خانه هستم، هر قدر که بخوایم می نوشم. باید هم یالا بریم دکانه باز کنیم اگر نه مشتری‌ها رو از دست میتیم. بچه‌م مثل کارگرها گپ نزن. نمیفهمی ما رئیس خود هستیم. هر وقت که بخوایم دکان باز میکنیم. چای را که در دکان می نوشیم با چای که عروسم دم میکنه فرق داره. یک گلاس چای دیگه می نوشیم. بیشی پدر فردام نه وقت میریم. برفی نباید پیش دکتر ببره، معاینه اولتراساند میکنه. ضرور نیست فرمان. تو اول برو دکان باز کو جانم و همراه مادرم پیش دکتر میرم. نه خیر دخترم نه خیر. فرمان حق به جانب است. تو باید همراه شوهرت بری. اگر لازم است همیاله برین. درست است؟ بشی بچم تو هم برو چای بر. درست است. راحت باش بچم. حالا چی خود کردم؟ ترساندیم احمق. میخواستم آب بنوشم خانم بیادر. درست است. جانم بیا بیشی. فکر کردم آمده نمیتونی. این بار خلاصی هم مخالفت کرد تا که او را راضی ساختم. کم وقت گرفت میبخشین دیگه. زود باش نامه را بخوان جانم، بسیار هیجانی هستم. دخترم جگرگوشه مادر، وقتی نامت برم رسید به اندازه خوش شدم که تمام دنیاست نباشه. وقتی خبر شدم که تو زنده هستی وقت فکر کردم که خواب میبینم. نوش جانتان. خان صاحب دیروز بازار رفته بودم، بکسک پیسیم از پیشم افتیده. میشه یک بار برم 4 طرف قصر را ببینم؟ ناوقت نکنی. قبل از آمدن مادرمشان پس بی. درست است، ناوقت نمی کنم. اگه میفهمیدم زنده هستی یک لحظه صبر نمیکردم و به جستجویت میشدم. یادانه دخترم. به خاطر رسیدن به تو آماده هر کار هستم دخترم. تو با ارزشترین کسی هستی که در زندگی دارم. شاید بپرسی که پس چرا در کنارم نیستی؟ به خاطر که بعضها نمیخواین که ما با هم باشیم. اونم برای تحقیقت نمیگن متوجه باشی یک دانیم. همراهیت خوب رویه کده طرف ریب میتن. دیگه باید از دخترم دور باشی. استاد من میخوایم هرچی عاجل جوابش نوشته کنم. میشه به من کمک کنید؟ البته که کمک میکنم، اما عجله نکو زهرا. اما من میخوایم هرچی زودتر جوابش نوشته کنم که اونام نامه را آن کنن. درست است، اما حال ما باید سر سنم فرم عزیزم. درباره این موضوع بعداً گپ میزنیم. درست است؟ با امید دیدار. کلش گناهی مست بیادر. دلیل تمام اتفاقات من هستم. پدرم به خاطر من زندانی شد. دونه بچم زهرا. دلیل زندانی شدن پدرت زهراست. بس هست مادر، گناه او را نگیرین. تو از او طرفداری نکو آزاد.
اگه در هر کار مداخله نمیکرد، اگه علیله به ملاقات سونا نمیبرد، یه اتفاقات هم افتاد. ما آمدم خلاصیه. بسیار زیاد تشکر، زنده باشین، واقعا مرا خوش ساختین. چی کردی؟ نامه را همراه استادت خواندی؟ خب برای چی گفت؟ گفت وقت از زنده بودنت خبر نبوده، حق به جانب است که تا حال در فکرت نشده. ها راستی، مادرم نوشته کده که بعضی ها نمیخواین ما به هم برسیم. البته ما و استادم هم نفهمیده. او بابا، اگه منظورش نفهمیدی برش نامه نوشته کده، ازش بپرس. حتی اگه خواستی بانک قهوه هدیه خانوم به تو جای نوشته کنیم. نخیر خلاصیه، من همراه استادم نوشته میکنم. دزم قهوه رو من میبرم. لباسای شفاخانه دورانده ماشین بنداز که شوشته شوه. شفا باشه. زنده باشی جانم. بچیم، همیال از شفاخانه آمدی، تو باید استراحت کنی. چرا بیرون شدی؟ کار دارم مادر. منتظر باش دوران، با گپ مادرت گوش بتین. نه خیر پدر، این کار بسیار مهم است. خدا حافظ. بچه چی کار است که قدر عجله داری؟ مادر ما را راحت بانین. من خوب میفهمم که تو کجا میری بچه. پیش او میری. بچه از او منصرف شو. سر خود قدر ظلم نکو. زیاد پافشاری نکن زن. او حال کلان شده، بانش که خودش تصمیم خود بگیره. اگه به تصامیم او منتظر باشیم کار ما بسیار مشکل میشه. میفهمی او کجا میره قدیم خان؟ پیش او خانم معلم میره. چرا؟ او را دیوانوار دوست داره. از خاطر امو دختر عروسی خود فسخ کرد. بچیم، گریه نکنین مادر جان. ما را در او خانه تنها ماندی. نباید این کارا میکردی. جبار گریه نکن زمرد. چرا این کارا کردی؟ باید این کاره میکردم زمرد. تو هم میفهمی که من تحمل کردن نمیتونم. تو باید همراه ما، همراه خانوادت میبودی جبار.
کردی بچه؟ پدر مرا ببخشی، کلش به خاطر من شد. زندگیم فدای سرت بچه. من خوشبخت هستم که بعد از قدر سالها شما را دوباره به دست آوردم. نه شما نیاین پدر. همی که دیدم تو با پای خود را میری بچم. بهترین توفه روی زمینه برم دادی. حالا اگر بمیرم هم فرق نمیکنه. بسیار خوب شاگردا، درس امروز ما خلاص شد. فردا کار خانگی خود انجام داده بیایین. میتونین برین. به نظرم قصد رفتن به خانه رو نداری. همیال میرفتم. اگه کار نداری یک چیز بنوشیم. وقت ندارم. باید آمادگی درس خود بگیرم. معذرت میخوایم. فقط نیم ساعت. من هیچ وقت ندارم دوران. میخوایم در مورد یک موضوع مهم همراهت گپ بزنم. بیبی میفهمم. با درستی حتی از تو تشکر کردن نتونستم. کاری که تو کردی بزرگترین فداکاری بود. از روزی که به اینجا آمدیم بسیار اتفاقات افتیده. اما تو مثل یک بیادر خوب برام هستی دوران. بیبی ملکه، ما بیادر تو نیستم. هرگز نمی باشم. میفهمی چرا؟ با خاطر که مامان قلب خود شدن نمیتونم. با دست من نیست ملکه. میفهمی چی میگم؟ وقتی خبر شدم تو زنده هستی نقدر خوش شدم فقط که دنیا از ما باشه. باور کن دخترم، از روزی که از تو جدا شدم هرگز خوش نبودم. دختر، معلوم است تو باز به کدام فکر رفتی؟ چند ساعت میشه که پاکاری سالونه خلاص نکدی؟ همیالا خلاص میکنم. خب بعد از این بازار برو. در خانه هیچ چیزی به خوردن نمانده. چیزایی را که باید بخرید ای ورق نوشته کردیم. بله؟ مادر، خواهش میکنم کمکم کنین. نمیخوای چیزو بگویی؟ ها؟
دوران امکان نداره. هرگز نه. در زندگی هیچ چیز ناممکن نیست ملکه. این از تو یاد گرفتم. فکر میکردم اگه خان نشم شاید زنده نباشم. از میز برخواستم. قبول نکردم. با تمام خانواده مخالفت کردم. و خاطر تو از خان بودن منصرف شدم. طرف مسائل کو. یک چیز بگو. و چشمایم سیل کو. میفهمی زندگی مستی. میخوایم همراه تو پیر شو ملکه. دوران ارزش احساسات دارم من ندارم باور کن. چرا؟ به خاطر آزاد که خان بودن ترجیح داد؟ این مسئله هیچ ربط به آزاد نداره. ما به هیچ وجه قصه فکر نمیکنم. فهمیدی؟ تو هم اگه قبول کنی خوب میشه. حالا اگه اجازه بدی که برام. ملکه از تو هیچ وقت منصرف نمیشم. فهمیدی چی گفتم؟ شکر که بخیر به خانه خود برگشتم. بسیار دق شده بودم. میفهمم شما را بسیار آزار دادیم. وعده میتونم بعد از این متوجه میباشم کار اشتباهی نمیکنم. پدرم حق به جانب است مادر. خاطرتان جمع باشه. قلبش حتما به دست میارم. دخترم امیدوار هستم از برنامه ما لذت برده باشین. ملکه چرا ناراحت هستی؟ چیزی شده؟ نه فاطمه خواهر، مشکلات همیشگی است دیگه. ها قبل از اینکه تو بیایی پست رسان اینجا آمده بود. این نامی است که با مادر زهرا روان کرده بودیم. چرا پس آمده؟ حتما برش نرسیده جانم. هیچ امکان نداره. زهرا جواب نامه‌اش گرفته فاطمه. حتما کدام غلط فهمی صورت گرفته. زنگ میزنم خبر میگیرم. بله. سلام، من دختر سارنوار ساینگر ملکه ساینگر هستم. از شما یک سوال داشتم. چند وقت پیش به یکی از زندانیان نامه روان کرده بودم. برگشت خورده. میتونم دلیلش بفهمم؟ نام زندانی آسیا سپاهی است. چی؟ چطور؟ درست است. فهمیدم. تشکر آقا. تو به خدایا. دخترم چی شده؟ فاطمه خواهر. بله. مادر زهرا آسیا از زندان فرار کرده. چی؟ اوه خدایا. ها همی است. تشکر، زنده باشی بیادر. میشنم ملکه. ملکه چی شده؟ خوب هستی؟
بله. بله آقا آزاد. زهرا استاد ملکه میخوای امروز تو گپ بزنه، بسیار مهم است. درست است آقا آزاد. بیا زمام همیال بازار میرم. خب درست است زهرا جان. برش میگم به تفریحگاه نزدیک شهر بیای، همونجا برین و گپ بزنین. درست است؟ بچه‌شم شما بسیار لطف دارید. زهرا، آقا آزاد چی میگفت؟ استاد میخواد همراه ما گپ بزنه. همیره برم گفت. صبح با هم یک جای بودن، باز چی میخواه بگویه؟ نمیفهمم، اما آقا آزاد گفت که مهم است. ها راستی فهرست سودا همی است؟ خوب است. من میرم اینا رو میخرم، تو هم برو همراه استادت گپ بزن. درست است؟ بگو باز چی مشکل داری؟ مادر، من یک مشکل بسیار بزرگ دارم. نه که بازو شوهرت تو را ترک کرده. چطور؟ نه، اگه این قسم پیش بره حتما مرا ترک میکنه. بس کو، گریه نکو. دخترم تو حامله هستی؟ حامله نیستم مادر، با فرمان دروغ گفته. چی؟ بله دروغ گفتم، به خاطر که فرمان ترکم نکنه برش دروغ گفتم. وای خدا جان، حالت چی کنم؟ آخ آخ. چند دقیقه بعد میای پیش دکتر میریم. اگه فرمان بفهمه باز وقت چی کنم؟ بالاخره تو دوران یک روز مرا دیوانه میکنین. براتان گفته باشم ها. مادر لطفاً کمکم کنین. اگه فرمان از حقیقت خبر شوه هرگز مرا نمیبخشه، هرگز. میفهمم. من میفهمیدم که عاقبتش همین قسم میشه. همون روزی که او طفل معصومم به آقا راشد دادم تباه شده. خداوند ما را نمیبخشه. ما همه چیزه به خاطر خوبی دختر خود انجام دادیم، اما با این کار خود اشتباهی بزرگی کردیم. جانان هنوزم ناوقت نشده. میتونی از گفتنش منصرف شوی. نه، به تصمیم خود جدی هستم. ملکه باید بفهمه که زهرا دخترش است. زهرا، فهرست سودا را به من بده. خودم میرم خریداری میکنم. تو برو همراه استادت گپ بزن. شما بیاین خاله آسیا. بیازا استاد میخوای همراه شما معرفی شه. خوشم خواد شد. نه، تو برو که ناوقت میشه، باز برای ما مشکل پیدا نشه. تو برو همراه استادت گپ بزن. کارت که خلاص شد پیش من به بازار بیا. باز هر دوی ما یک جای طرف خانه میریم. درست است. متوجه خود باش. جانم، از دیگه از خانه برآمدی برات مشکل نشد؟ بیازا در خانه کسی نبود. آسیا، زهرا، اینا کجا رفتن؟ زهراز دیگه کی میفهمه که چی وقت کجا میره مادر. آسیام در این روزا سر به خود نبرایه. بیا علی داخل بریم. زهرا جان، تو را اینجا خواستم چون میخوایم از تو بعضی سوالا را بپرسم. غیر از من دیگه کی میفهمه که به مادرت نامه نوشته میکنی؟ آقا آزادا، خاله آسیا، استاد ملکه. بسیار خوب. حالا برام بگو خاله آسیا چه قسم یک آدم است؟ دوست داشتنی است، خنده‌روی و با من رابطش بسیار خوب است. خب قوارش چه قسم است؟ مثلا رنگ موهایش، چشمایش؟ موهای زیتونی، چشمایش هم قهوه‌ای است. قدش متوسط است، چاقم نیست. وقتی پیش
شما می آمدم برش گفتم بیا شما را با استادم معرفی کنم. گفت من به خریداری میرم تو برو. شما تا اینجا یک جای آمدین؟ بله حالیم بازار به خرید رفته. من شاید او را بشناسم. خلاصیه گفته همی بازار می آید. دیدم. در کجا است؟ دو دکان رفت. بیایید. باشه جانتون زنده باشه. آهسته. خلاصیه معذرت میخوایم اشتباه کردم خانم. مطمئن هستی دمی دکان آمد؟ فکر میکنم کردم. خب درست است. بیا که بریم. راشد چای ما چی شد؟ همیال آمدم شاید تشویش نکن. اینم میارم برات بیادر جان صدقه چه چی گفتی راشد؟ گفتن که برام کم بندازم. توبه چقدر دیر کرد فقط از چا بکشه. سلام خسته نباشی آقا راشد. اوه فاطمه خوش آمدی. خوش باشی. بچه‌م نیست مجبور هستم کی کار را انجام بدم. زود باش راشد چای ما برم بیا. کم مونده بیادر آماده میشه. خجالت نکو. دست خود سوختم نمیبینی؟ حال گناهکارم شده. سوختم. درست است ما آماده میکنم. بفرمایید نوش جانتان بیادر. عجله کو چای ما بیا. حوصله کو بیادر. زنده باشی فاطمه به زحمت شدی تشکر. خواهش میکنم تو آمدن دوران بعد کمک میکنم هیچ مشکل نیست بفرمایید. زنده باشی فاطمه. بفرمایید بیادر این چایم اومد. زنده باشی راشد. قهوه آماده میشه. خلاصی همینجا منتظر ممی بود خودش گفت. شاید خانه رفته باشه استاد. بیا که ما تو بریم زهرا. پیش از اینکه ناوقت شود بریم. کجا رفته بودی؟ بیرون رفته بودم پدر. کم کار داشتم. بگو چه قسم کار؟ چند روز میشه که تو سر دل خود کار میکنی بچم؟ چرا پدر؟ کدام مشکل دارین؟ بله دوران ما با این کارت مشکل دارم با ملکه. استاد ملکه من همینجا پایین میشم. درست است زهرا جان. زهرا جان درباره خلاصیت هر چی فهمیدی برام بگو درست است؟ بچه شما استاد من بیاز از شما هیچ چیز پنهان نمیکنم همه چیز براتون میگم. بله آزاد میخوایم همیال تو را ببینم. تو از ملکه چی دیدی برام بگو بچم؟ با خاطر او زلال رها کردی؟ با خاطر او از خان بودنت منصرف شدی؟ بله پدر بله. تو یقه نداری فهمیدی؟ با خاطر خان شدن تو از بسیار انسانا حتی از بیادر خود گذشتم. تو کی هستی که در مقابل مستاد میشی ها؟ دوران او را فراموش میکنی. فهمیدی که چی گفتم؟
کجا بودی زهرا؟ چند ساعت میش آمدیم. نه تو در خانه هستی نه آسیا. ما به خریداری رفته بودم. ها در نیمی راز خرید کردن منصرف شدی همه طور است؟ زهرا تو باز چی میخوای انجام بدی؟ بگو کجا بودی؟ ما بازار رفته بودم. باز آی به تو رسیدن نتونستم زهرا. از بازار زهرا سودا را آورد. باز من از دستش گرفتم که خسته نشه. نام خدا تست زامت هیچ خود رسانده نتونستم. خلاص یک کو بوده چه بار زیاد پالیدم. بعضی چیزا را پیدا کردن نتونستم. از همین خاطر به بازار دیگر رفتم. وقتی آمدم دیدم که نبودی. میبخشی دیگه جانم. نوش جانتان. اینا را خانم فاطمه آماده کرده با دستای خود. او فرمان بچم خوش آمدی. بیا کارتا شروع کن. خوش آمدی. دنه بود تو فاطمه برم کمکت میبینی. حالا که تو آمدی ما دیگه میرم بچم. کمی امرش کمک کردم. خوب دیگه روز خوش. بازم تشکر. بگی خانم فاطمه یک دقیقه صبر کن. بفرمایین آقا راشد. خداوند ازتان راضی باشه. بسیار کمک کردی. زنده باشی. راستی ما میخوای کمرای ما کار کنی خانم فاطمه؟ چطور امکان داره؟ امکان داره. ندیدی امروز بهترین کار کردی. ما به تو یک خانم کاری ضرورت داریم. نمیفهمم. یعنی چی که نمیفهمی؟ اگه اینجا کار کنی هم به تو خوب میشه هم به ما دزم پولم به دست میاری. بالاخره تو در بهترین دکان کرمانی ها کار میکنی. ایره نباید فراموش کنی ها. چرا خنده میکنی؟ قهوه آماده کو، چای آماده کو. توبه چطور قبول کردی؟ من یک بار فکر میکنم آقا راشد. فردا آماده جواب خدا میگم. درست از فکر که اما دیر نکنی. خداحافظ. بخیر بری. خداحافظ. باز تو نگو. حالا بیا که بریم. فرمان به خاطر خانم حاملش تشویش نکنه. مادری قسم نگوین. بیازم من خودم به خاطر ای که به تشویش هستم. اگه به فرمان بگویم مریض هستم امکان داره؟ چی فکر میکنین مادر؟ بگوین دیگه مادر. هر طرف میرم و استادم باید ببینه. خدا نجات ما بده. حالا دیگه مادر جان بخزین که از اینجا بریم. بشی دختر ببینیم که خانم معلم امروز به دیدن کی آمده. با ما چی مادر؟ بشی گفتم. اونجا را ببینن. آزادم آمد. اگه کسی دیگه می بود تعجب میکردم. بله دوران بچیم. ما همراه برفیده پارک هستم. یک دانیم تنها هستیم. کسی نیست. اگه وقت داری بیا ما را خانه ببر. درست است. منتظرت هستیم. مادر چرا دوران اینجا خواستین؟ باید فورا آسیا رو ببینم. آزاد آسیا؟ خدمتکاره که در قصر ما کار میکنه. با تو یک موضوع را میگم بسیار تعجب خود کردی. با نظر من او مادر زهرا است. آسیا سپاهی. کاش که جمالم همراه ما می بود. من نه بچه خدا پیدا کرده بودم. دوباره از دست دادن او بسیار سخت است. جمال پدر چطور بود؟ خوب بودن؟ به جایی که به شرمی سوالم میکنی.
جمال به خاطر تو زندانی شد. مادر دروغ میگم؟ اگه تو رو پیش سونا نمی بردی اتفاقات نمیفتاد. من نمیخواستم قسم شوم. معذرتم میخوایی ها؟ معذرتم میخوایی؟ یه همه کافی نبود که با آزادم همه چیزا گفتی. من با تو نگفتادم که دهنت بسته کنی؟ تو گپ یکی را به دیگه میرسانی؟ چی میکنین؟ چی شده؟ این کارا نکنین. تو مداخله نکن. زهرا مادر اعلاش کنین، او گناهی نداره. تو گپ نزن. تنها او دختر نه، هر دویشان مقصر هستن. ما شما را به خاطر زن و شوهر ساختیم که متوجه هم دیگه باشین، اما حوصله ما به سر رسید. بس است دیگه. همو قسمه که تو تانیست امروز از این ویلچر بخیزی بچیم، با همو قسم متوجه خانمتان باید باشی. قسمه که ایجاب میکنه باید زگی کنیم. لوازمتا جمع با اتاق شوهرت برو. دیگه در این خانه نمیخوایم کسی اشک بریزه یا گریه کنه. میخوایم صدای طفل بشنوم، عروس کوچک. فهمیدین که من چی گفتم؟ به خاطر پدرت زیاد جگرخون شدم. خداوند براتان صبر بده. تشکر. خداوند به تو هم صبر بده ملکه. خب به نظر تو آسیا مادر زهرا هست همو تو؟ این گپ از کجا فهمیدی ملکه؟ به زندان زنگ زدم. تاریخی که آسیا به کار شروع کرده با تاریخی که از زندان فرار کرده زیاد تفاوت نداره. شاید ده حد یکی درست باشه. در ضمن آسیا اصرار کرده که زهرا به مادرش نامه نوشته کنه. چرا قدر متوجه زهرا می باشه؟ به نظر من این مسئله یادی نیست. تو حق داری که شک کنی ملکه جان. هر باری که خواستی مو را ببینم از من فرار کرده. چرا از من فرار میکنه؟ به این که شما را برسانم. بچه‌ام تو را از کار ماندم بسیار ببخشی. فرق نمیکنه. بیبی آزادم هم اینجاست. اگه از اول میدیدم با او میگفتم ما را برسانه. تو را به زحمت نمیساختم. فرق نمیکنه. بیز اومده دکان بودم. تنها تو کار میکنی و زحمت میکشی. او 24 ساعت همراه استاد است. فکر میکنم از دختر منصرف نمیشه. مادر لطفاً گپای ناق نزنین. اونا هیچ رابطه ندارن. حتما در مورد صنف درسی با هم گپ میزنن. حالا دخترم بخیز که بریم. حالا زود باش. زهرا دختر قندم قربانت شوم. گریه نکن جانم. دستای زمرد بشکنه که تو را زد. با این کارایشان عادت کردیم خاله. با قسم فریاد زدنشان، به حتی کوب کردنشان، به تحقیر کردن عادت کردیم خالاسیه. چطور میتونن از من توقع مادر شدن داشته باشن؟ امکان نداره. ناممکن است. یک راه حل پیدا میکنه. فقط آقا آزاد و استاد ملکه برام میتونن کمک کنن. هم دیگه نمیخوایم اونا را به خاطر خود با مشکل مواجه بسازم. خدایا برام کمک کن. ما از این کارایتان واقعا خسته شدیم نوجین مادر. ما هم از دیوانگی و سرکشی تو خسته شدیم. باید گپ مرا قبول کنی. به خاطر شما بچه ما در زندان است. بس است. کافی است دیگه. هر چی میگین بگوین. هر کار میکنین بکنین. ما قبول نمیکنم. فهمیدین؟
علی حدتا بشناس. در این خانه فقط من دستور میتم. چیزی که میگم باید اما تو شود. آسیا، ما از سودا آوردیم. امرایم کمک میکنی تا به آشپزخانه ببریم؟ بله آقا آزاد. سلام آسیا. گل کدام طرف باشه؟ اون طرف باشه. پس بیاین به خاطر گل جور کردن سنگ بیاریم. زود باش، منتظر چی هستی؟ چطور فرار کردت دانستی؟ از زندان فرار کردت تا اینجا چه قسم آمدی خانم آسیا؟ وقتی از زنده بودنش خبر شدم هیچ صبر کردن ندانستم. خواستم ببینمش، خواستم در آغوش بگیرمش، اما باید به ما خبر میدادی. چیز تغییر نمیکرد. تو وعده داده بودی که دخترم برای میاری، اما نمی آوردی. هرگز نمی آوردی. من میفهمیدم. نمیتونستم زهرا را زرده بسازم. خب مام، بعد از اینکه فهمیدم دخترم زنده است تحمل ندانستم. یک قسم نمیشه آسیا، باید تسلیم شوی. نمیشه، نه خیر، امکان نداره. حالا که او را پیدا کردیم رها کردن نمیتونم. او دخترم است. خواهش میکنم یک شب، فقط یک شب برای اجازه بده. بون که یک شب دیگه او را ببینم. آسیا، اگه ما فرصت دیدن اولاد من میداشتم باور کنم این کارم میکردم. هم یک شب وقت داری که پیشش باشی، درست است؟ زنده باشی. وعده میتونم فردا میرم خودت تسلیم میکنم. زهرا، استاد ملکه. زهرا، جانم. ما آمده بودم که همراه قاضات گپ بزنم. به همین بهانه خلاصیتم دیدم. استاد ملکه، ما میخوایم همراه شما گپ بزنم. تو خوب هستی؟ گریه کردی؟ هر جایی که بری اینا را میبینی هیچ از همدیگه دور نمیشن. توبه کردیم خدایا. اوه، آفرین به شما. یعنی از دروازه که مبراین نوجین مادره فراموش میکنین نه؟ ما همراهش هستم. بیا زود جایی که استاد باشه تو آمستی.
زهرا بیا. من از دخترم جدا شدن نمیتونم. بدون او زندگی کردن نمیتونم. او را رها کرده تسلیم شدن نمیتونم. یک کاری باید کنم. باید یک کاری کنم. بفرمایید. خالاسیه بیا زهرا جان بیا. خالاسیه میتونم از موبایلتان زنگ بزنم؟ میخوایم امرای استادم گپ بزنم. امروز چیزی گفته نتانستم. او حتما برام کمک میکنه. من همراه استادت گپ زدم زهرا. جدی میگین؟ وقتی تو آمدی ما تصمیم خدا گرفته بودیم. خب شما چی تصمیم گرفتین خاله؟ امشب از اینجا فرار میکنیم. خدا میفهمه جمال چی میخوره و چی مینوشه مادر. جمال اونجا زیاد نمیمانه، تشویش نکنین. چند روز بعد آزاد میشه خانمم بیادر. خاطرتان جمع باشه. ما و جمال بچیم سالا دور بودیم قدیم. حال یک دقام برم زیاد است. ایره نباید فراموش کنیم. به شما حق میتیم مادر. ما هم زیاد ناراحت میشیم. چرا امروز به دیدن بیادرت نامدی؟ مادر جان میفهمین که دی روزا کارا زیاد است. هیچ کاره از جمال بیادرت کده مهمتر نیست. همراه وکیل گپ بزن. هر روز به دیدن بیادرت برو. اگه به چیز ضرورت داشت برش ببر. نمیخوایم با مشکل مواجه شود. چرا نه مادر جان؟ جدت بعد از نان به قدم زدن بریم. درسته سالی. آزاد امو مرچه دل مربته. خانم کاکا از زگش بخون. ایگه با استادم براتان گفت که فرار کنین؟ بله. نمیخواد دیگه تو را جگر خون ببینه. از این خاطر ای تصمیم گرفت. قبلا هم ای کارا کرده بودیم اما موفق نشدیم. ما یک بار گپ بزنم. من برات گفتم که همراهش گپ زدم زهرا. ما فرار میکنیم همین امشب. خب الیف چطور؟ او چطور خواهد شد؟ من اگه از اینجا برام الیف عروس خود میسازن استادم میفهمم. زهرا الیف هم همراه ما میایه؟ راست میگین؟ استادم اینه براتان گفت؟ بله. من همراه تو از اینجا میرم. باز او همراه الیف میایه. بعدا یک جای شده به استانبول میریم. آسیا زهرا کجا گم شده؟ بیاین میزا جمع کنین دیگه. حالا سمع زنگ ملکه است. بله دخترم. در راستیم دخترم. تا 2 ساعت بعد در اونجا میرسیم. درست است مادر جان. هیچ عجله نکنین. من منتظر هستم. مرا مادر جان گفت. با بسیار محبت گفت. شاید برای آخرین بار باشه که بشنوم. جانان منصرف شو. به ارتباط نامه یگان چیز دیگه برش میگیم جانان. نمیفهمم چی بگویم. دیگه چقدر دروغ بگویم. مثلا به ارتباط شوهرش میگیم جانان، یا هم میگیم که با
ارتباط رفتنش از مکتب او نامه آمده بود. دختر مام هر نوع خیانت هم میبخشه با اما ای اشتباهی ما را هرگز نمیبخشه. هرگز ای اشتباه را نمیبخشه. باز برش نگو. جانان میفهمی دختر خود از دست میتیم. یک اولاد داریم. چرا ضد میکنی جانان؟ ها چرا؟ به خاطری که نمیخوایم با این دروغ زندگی کنم. حقش است که حقیقت بفهمه. مرا دیگه خاموش ساخته نمیتونی سمه. یعنی تو خطر از دست دادن دخترت در نظر گرفتی. بسیار اشتباه میکنی. متاسف هستم. سمی متوجه بود. سمی محترمه. بسیار خوشتم است. زنده باشین. نوش جان دخترم. چای از دیگه. ای قسم نگوین. چایی که شما آماده میکنین دیگه چیز است. چرا خنده میکنین؟ یکی خیلی امروز پیشنهاد کار برام شد. دیگه ای که تو تعریف کردی باز منم خنده گرفت. شوخی میکنی؟ نه باور کن راست میگم. راشد به یک دستیار ضرورت داره. ازم خواست که من همراهش کار کنم. نظر تو چی است؟ راستش چی دروغ بگویم فاطمه خاله؟ او راشد هیچ خوشم نمیاد. روش با مردم فرق میکنه. خب میفهمم شما بسیار خسته شدین. برین بخوابین راحت شوین. میفهمم. گپ تو هم درست است. اما نمیخوایم بیکار باشم. باور کن خوش دارم مصرف کار باشم. بسیار خوب. چی براتون بگویم؟ کارتان تبریک باشه. اما متوجه راشد باشین. درست است؟ خاطرت جمع باشه. ما متوجه همه چیز می باشم ملکه جان. با خدا بسیار خوشتم است. نوش جان. از اینجا چی قصه برایم؟ جانان آرام باش. از اینجا مبرایم. سامی هیچ شور خوردن نمیتونم. نمیخوایم با عذاب وجدان از این دنیا برم سامی. به ملکه زنگ زده همین چیزم میگم. جانان از جای چور نخوا. موبایل تا به ما بده. ملکه دختره. دختره گفتم موبایل به ما بده. دختره با امبولانس زنگ بزنم. تو دروغ گفتیم. چرا دروغ گفتیم؟ 112 است. حادثه کردیم. حادثه ترافیکی. امبولانس بفرستین. جانان جانان توبه خدایا توبه. خیرت باشه ده وقت کی باشه؟ من میرم میبینم. نه تو بشی. من میرم میبینم. بفرمایین. خوش آمدی. گشنه هستی؟ بیا جانم اونجا بشین.
زهرا امشب میریم، یادت نره. خلاص یا به نظرت ما کار خوب میکنیم؟ یک بار گپ زدم زهرا، تنها راه نجات تو همی از چرا نمیفهمی؟ فرار میکنیم. دتانه شور بته، نه زبانتانه. زیاد وقت ضایع نکنین. زهرا، تو باید به اتاق علی بری. اما برام دلیل نگو. چیزی که من میگم همون کاره کن. حالا دیگه زود شو. هوای تازه خوب است، گرچه امشب بسیار تاریک است علی جان. قلب از یام کده تاریک است بیادر، کاملا تاریک است. میفهمی که قلب انسان چه وقت تاریک میشه علی بیادر؟ وقتی که روز اثرت شب بسازم. به شهر تاریکی روشنی است بیادر جان. ایره هرگز فراموش نکن. اگه سونو امرای می بود، نی به ستاره ها و نی به آفتاب ضرورت پیدا میکردم. تو مرا درک کردن نمیتونی، دقیقش نشو. مرا هیچ کس درک نمیکنه. درکت میکنم علی، بسیار خوب درکت میکنم. میفهم بسیار سخت است، اما فراموش کردن زیاد مشکل نیست. بیادر، به خاطر سونو به تشویش است. از شفاخانه برآمد، کجا است، چی میکنه نمیفهمم. امکان داره به شفاخانه زنگ بزنم؟ ها؟ اما ای آخرین بار باشه، درست؟ درست است، زنده باشی. وعده میتم که آخرین بار باشه. دیگه مداخله نمیکنی. قول میتم آزاد. بله، شبتان بخیر. سلام. میبخشین که در این وقت شب مزاحمت کردم، اما در مورد صحت مریض ما میپرسیدم. میفهم معلومات دادن نمیتونیم. ما آزاد کرمان هستم. خواهش میکنم. ما درباره سونا آگپاشی میپرسیدم که خوب است یا نه. امروز مرخصش کردین؟ شکر خدایا. درست است. تشکر. زنده باشین دکتر صاحب. زنده باشی بیادر. خداحافظ. خیر ببینی آزاد. خانه آباد. همین که از خوب شدن سونا خبر شدم. دیگه هیچ چیز نمیخوایم. هیچ چیز نمیخوایی؟ نه خیر میخوایم، اما برای فعلا نه. علی خبر شدی که خوب است حالتون میگی. عروس کوچک یگانه کسی که نواسی مره خوب ساخته میتونه تو هستی. زنده زندگی مثل یک مانی بین آب و آتش است. تو میتونی علی را از آتش نجات بدی دخترم. بازو وقت است که علی نواسی ما.
از حرام مگذره یک بچه خوب میشه. تو برش حلال هستی، میتونی اولادایش کلان کنی، زندگی را برش روشن بسازی. گپای مرا فهمیدی عروس کوچک؟ و تو میگم سرت بالا کده طرف مسائل کن. گپای مرا فهمیدی یا نه؟ تو در این وقت در اتاق ما چی میکنی آسیا؟ در اتاقتان آب آوردم. مرجان خوشت آمد؟ زما خواهر آماده کده. مزه‌دار است. نوش جانت. ما دیگه میرم. مرجان گوش کن، هر وقت بخوایی اینجا آمده میتونی. اینجا را خانه خود فکر کن. پدر و مادرم درا هستن، پیش ما میاین. مسافرین شما در هستن. خدا کنه به خیر خوبی برسن. مسافر نمیفهمه که راه و مسیر او را به کدام طرف میکشانه. نوجین مادر کلان بالاخره کار خود کرد؟ اما تو تشویش نکن. من امشب از اینجا میرم. ملکه و ایلیفم امروی تو میرن زهرا؟ بشک زهرا، بعد از این همیشه خوش می باشی. خوش شدم. انشالله که بار موفق میشی. خدا کنه. میفهمی علی؟ پیش از همه درباره تو فکر خواد کردم. در مورد من فکر خواد کردی؟ اگه من میبودم از جدا شدن تو زیاد خوش میشدم.